در دنیا بیارزشترین انسان میدانی کی است؟ مهاجر، یعنی مسافر، که تمام زندگی پدر، مادر، برادر گفته میره، فامیل گفته میره و یک روز میرسه که همانند اشیای کونی پوسیدگی در یک گوشه دنیا افتادگی است. همه چیز خود دست داده، مخصوصا لحظات شیرین جوانی خود که دوباره بر نمیگرده و میبینه که حاصل عمرم هیچی نیست. خودش مرهم به تمام دردای میشه، اما به خاطر درد خودش هیچ کس مرهم نمیشه. افتیده از در یک گوشی از گوشهای زمینی خاکی. خدمت بکنیم، بهترین نعمت است خدمت کردن به فامیل، اما یکی متوجه خودم باشین، روز نرسه که خودتون احتیاج به دیگر را شوید.